افکار تو کلماتی هستند که در ذهنت میشنوی و کلامی است که از دهانت بیرون میآید. وقتی تو به کسی میگویی چه روز زیبایی، اول فکر آن را داشتی و بعد این فکر را بر زبان آوردی. در عین حال افکار تو به اعمالت تبدیل میشوند. افکارت هستند که مشخص میکنند کلام یا اعمال تو مثبت خواهند بود یا منفی. اما چطور متوجه شوی که افکارت مثبت است یا منفی؟ افکارت زمانی مثبت هستند که شامل هر آنچه دلت میخواهد و دوست داری باشند. افکار منفی یعنی افکاری در مورد هر آنچه نمیخواهی و دوست نداری. به همین سادگی تو میتوانی با تغییر افکار و احساساتت زندگیت را تغییر دهی. قرار است هر آنچه دوست داری و آرزویش را داری داشته باشی. بله، این حق توست که زندگی معرکه‌ای داشته باشی. هر روز که از خواب بیدار میشوی باید سرشار از ذوق و شوق باشی، چون میدانی که آن روز پر از رویدادهای معرکه برایت خواهد بود. قرار است که تو خندان و مملو از شادی باشی. قرار است که احساس قدرت و امنیت کنی. قرار است که در مورد خودت حال و هوای خوبی داشته باشی و بدانی که فردی ارزشمند هستی. البته در زندگی چالش هایی هم وجود دارد که تمام این چالش ها به تو کمک می کنند که رشد کنی. اما لازم است که بدانی چگونه بر مشکلات و چالش ها غلبه کنی. تو باید شاد باشی. تو باید برنده باشی. تو برای کشمکش به این دنیا نیامده ای. پس لازم است که زندگی معرکه‌ای داشته باشی. زندگی رویای تو و هر آنچه که دلت می‌خواهد به تو نزدیکتر از آن است که حتی خبر داشته باشی. چون هر آنچه می‌خواهی در درون خودت است. زندگی فقط از دو چیز تشکیل شده: موارد مثبت و موارد منفی. در هر زمینه از زندگیت سلامتی، پول، روابط، شغل برای تو یا مثبت هستند یا منفی. تو یا سلامت هستی یا فاقد سلامتی. روابط تو یا خوشحال کننده است یا بحرانی و پیچیده. به هر حال اگر در زندگیت موارد منفی بیشتر از موارد مثبت است، در این صورت یک جای کار ایراد دارد و خودت متوجه این مسئله میشوی. تو افرادی دیگر را میبینی که شاد و کامروا هستند و زندگیشان سرشار از مواردی معرکه است. و این مسئله به تو میگوید که تمام این چیزها حق تو هم هست. تو هم سزاوار همه این چیزها هستی و حق با توست. تو هم شایسته زندگی سرشار از موارد خوب هستی. میخواهم به تو بگویم هر فردی که زندگی معرکه‌ای دارد برای رسیدن به چنین جایگاهی از عشق استفاده کرده است. چون وقتی تو عاشق باشی از بزرگترین قدرت کائنات استفاده میکنی. عشق قدرتی است که هرچند به طور فیزیکی قابل رؤیت نیست، اما به اندازه آب و هوا واقعی است. آن نوع عشقی که متفکران برجسته و ناجیان عالم در موردش حرف میزنند با آن نوع عشقی که مردم عادی در ذهن دارند بسیار متفاوت است. چنین عشقی به مراتب فراتر از عشق به خانواده، دوستان و چیزهای مورد علاقه است. چون عشق صرفاً یک احساس نیست. عشق نیروی مثبت است. عشق ضعیف و ناتوان نیست. عشق یعنی نیروی مثبت زندگی. عشق عامل همه موارد مثبت و خوب است. صدها نیروی مثبت گوناگون در دنیا وجود ندارد. فقط یک نیرو وجود دارد. قدرت‌های عظیم طبیعت مانند نیروی جاذبه و نیروی الکترومغناطیس برای حواس ما نامرئی است، اما قدرت آنها مسلم است. به همین صورت قدرت عشق هم برای ما نامرئی اما به مراتب عظیمتر از هر قدرتی در طبیعت است. گواه قدرت عشق در اقصی نقاط دنیا دیده می شود. بدون عشق حیات وجود ندارد. اگر عشق را حذف کنیم، کره خاکی ما به مقبره بزرگ تبدیل می شود.
عشق قدرتمندترین و در عین حال ناشناخته ترین انرژی در جهان است. عشق نیرویی است که موجب پیشرفت تو می شود. هر آنچه که دلت می خواهد بشوی، انجام دهی یا داشته باشی، از عشق ناشی می شود. بدون عشق تو پیشرفتی نداری. هیچ نیروی مثبتی وجود نداشت که تو را وادار کند صبح از خواب بیدار شوی، کار کنی، تفریح کنی، حرف بزنی، یاد بگیری، به موسیقی گوش کنی یا به طور کلی هر کاری را انجام بدهی. تو مثل مجسمه سنگی می شدی. نیروی مثبت عشق است که به تو انگیزه حرکت می دهد و تو را مشتاق می کند که هر کاری بکنی، هر چه بخواهی بشوی یا هر چیزی را داشته باشی. نیروی مثبت عشق می تواند هر چیز خوبی را برایت خلق کند، موارد خوب را زیاد کند و هر نوع مورد منفی زندگیت را تغییر دهد.